سلام از مجموعه دستگاه‌های قسمت بوجاری آرتسازی. دستگاه بوجاری رو برای شما توضیح داده بودیم. یک سری توضیحات تکمیلی بوجاری هست که برای شما میگم. بعد میریم بحث قسمت کانال هوا رو توضیح میدم. جلسه قبل در مورد الک بوجاری ما گفتیم که توری‌های الک بوجاری که توری‌های پانچی هست، از سمت زبرش اپراتور باید موقع تعویض بندازه. دلیلش هم گفته بودیم که چون اینا که پانچ میشن، اون قسمتی که زبری داره تقریبا میشه گفت قطر بالای سوراخ‌های پانچ با قطر پایین اون سوراخ‌های مقداری متفاوته. یعنی پانچ وقتی از بالا میخوره، اگر از قسمت زبر نندازید سوراخ‌هاش کاه و کزل و افال و ذرات درشتر از گندم گیر میکنه. حالا اگه از سمت زبر بندازید، بعد یه مدت که کار کرد، اون سطح زبرش اتوماتیک صاف خواهد شد. این توضیح تکمیلی در مورد بوجاری بود. در مورد کانال هوا میخوایم صحبت بکنیم. کانال هوا جداسازی گندم بر اساس نیروی ثقله. یعنی ما مکش هوا داریم، هر چیزی که سبکتر از گندم هست به سمت بالا میره، گندم به سمت پایین حرکت میکنه و حالا چیزایی که سنگین‌تر از گندم هست باهاش خواهد رفت، مثل سنگ و شنریزه که اونا میره دستگاه بعدی که دستگاه شنگیر هست عمل میشه. کانال هوا ما به خاطر اینکه اینجا مکش هوا درش ایجاد بکنیم، یه فنی داریم که داره مکش ایجاد میکنه. یه فن لاو پرشر فن فشار ضعیف هست. بعد که مکش هوا رو این لاو پرشر فنه، مکش هوا رو از کانال سیکلون بین مثلا سیکلون واسطه بهش میگن. تو قسمت کانال هوا فن که داره مکش ایجاد میکنه، یه جریان هوایی رو به بالا رو ما داریم. یعنی این هوا به سمت مکش از داخل کانال هوا به سمت سیکلون واسطه و ادامش به یک فن فشار ضعیف. البته ما معمولا چون ذرات سبکتر از گندم گرفته میشه، خروجی هر فنی رو در کارخونجات آرد در قسمت بوجاری به فیلتر خاک میدن، در قسمت آرد به فیلتر آرد میدن که گرد و غبار باز خارج نشه. حالا این لاو پرشر فنا هست که خروجی هوا به اضافه گرد و غبار به داخل یک فیلتر میده که فیلتر بتونه اون کاه و کزلی اگر که از این مسیر عبور کرده اومده. البته سیکلون واسطه داریم، این سیکلون واسطه هم اینجا فشار هوا رو میشکونه و اینجا کاه و افال یا آشغال و اینا تخلیه میشه، باز دوباره میاد داخل اینم، دوباره اینجا هم ما تخلیه افال رو داریم، اینجا هم همچنین. بعد ارزم به حضور شما که این هوا هم که خارج میشه، هوای خالی خارج میشه، هوای تمیز. اینجا هوا هست. تنظیم این به چه شکلی هست کانال هوا؟ کانال هوا رو ما یک صفحه جلوش هست که این صفحه رو اگر ما هر چقدر تیزتر بکنیم، یعنی این صفحه رو از پایین بچسبونیم به این دیواره پشتی و اینم همچنین یه پیچ تنظیم اینجا داره، این پایین هم پیچ تنظیم داره که با این پیچ تنظیم ما میزان عبور هوا رو کم میکنیم. وقتی هر چقدر میزان عبور هوا تحت فشار میشه، میزان مکش بیشتری رو ایجاد میکنه که باز دوباره از این لوله، خروجی این لوله زیر سیکلون واسطه اگه ما بار رو نگاه بکنیم، تقریبا تو یک مشت باعث گندم سالم نداشته باشیم، گندم چروکیده و اینا داشته باشیم. پس میزان مکش هوا رو با این دریچه بالا و پایین میتونیم تنظیم بکنیم. چطوری؟ شما شیر آب که داره، شیلنگ آب که داره تخلیه میشه، شما فشار میدید، قدرت میزان شدت آب بیشتر میشه. اینجا هم همچین شکلی است، با دریچه بالا و پایین که تنظیم میشه، مکش هوایی بیشتری داره، میاد ذرات سبکتر از گندم رو میگیره و اینجا تخلیه میکنه. این هم کانال هوا شد. مرسی که حالا این قسمت کانال هوایی نظر کوتاه‌تر بود. در ویدیوهای بعدی دستگاه دیگه بوجایی رو در خدمتتون هستیم.